این برداشت ششم از این ویدیو. سلام، خوش اومدید به دومین ویدیو یوتیوب من. تو این ویدیو قراره که به چند تا سوال شما پاسخ بدم. به اونایی که دوست دارم پاسخ میدم، به اونایی که دوست ندارم پاسخ نمیدم. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله حتما روشن کنید. از اونجایی که قراره بیشتر همدیگر بشناسیم، من سوالا رو اینجا دارم، میخونم، جواب میدم. شاید یه ذره ویدیو طولانی بشه. هر جا که دوست داشتید دیگه نگاه نکنید. چطوره؟ خب، اولین سوال. اگه فقط با یه جمله بتونی به نسخه قبلی چیزی بگی چی میگی؟ میگم که همون مسیری که داشتی میمدی رو تلاش کن. بیشتر تلاش کن. ولش نکن. درست و غلط هر تصمیمی که گرفتی اوکی، فدای سرت. من بهش میگم که فدای سرتش. هر کاری که میکنی فدای سرت، فقط انجام بده. هر روز تلاش کن. همین. هر غلطی میخوای بکن، ولی تلاش رو کنارش بکن. سخت‌ترین درسی که عشق بهت یاد داد چی بود؟ نمیتونم بگم عاشق نشدم. چرا عاشق شدم ولی درسی نگرفتم ازش. شاید چه درسی میتونستم از اون عشق بگیرم؟ بذارید عشقتون بره دنبال زندگیش. اوکی. براش آرزوی خوشبخت کنید. شاید مثلا تا حالا شده وانمود کنی قوی چون نمیخواستی کسی ضعیف تو رو بفهمه تا دلت بخواد؟ شده مثلا دست و پام داره میلرزه، مثلا توی یه حالی هستم که از درون ریختم ولی از بیرون نشون میدم که نه، همچین چیزی نیست. چی؟ تو؟ من؟ اصلا بذار کسی بفهم من ضعیفم؟ امکان نداره. ببخشید. اگر بدون یه نفر در سکوت دلتنگته ولی غرورش نمیذاره نزدیک شه، چیکار میکنی؟ میرم کرم میریزم تا اگه بدونم کیه، میرم کرم میریزم تا بیاد بهم بگه که دلش برام تنگه دیگه. آفرین. من تنها کاری که میتونم بکنم همین دیگه. درست جواب دادم. اگه بدون یه نفر در سکوت دلتنگته ولی غرورش نمیذاره نزدیک شه، چیکار؟ هیچ، میرم بغلش میکنم، میگم عزیزم بیا قربونت برم، چیزی نیست. شاید منم دلتنگت باشم، شاید همونقدر که تو غرور داری منم غرور داشته باشم. عزیزم پس بیا بگو. اگر منم ببین نگاه کن، دو حالت. من میگم بگو. چرا؟ یا جواب مثبت میشنوی یا جواب منفی. که مثبت رو میتونی بپذیری با خوشحالی، منفیان در صورت میتونی بپذیری دیگه. بالاخره برد و باخت داره، بله و نه داره. میدونی هر چیزی یه دو جنبهشو داره دیگه. من میگم تو بیا بگو و دو جنبهشو بپذیر. شاید خدا رو چه دیدی؟ در هر صورت بیا بگو هر کی که هستی. چشم. خب، بین آرامش و هیجان باید یکی رو انتخاب کنی. کدومو برمی‌داری؟ دوتاش. هیجان بستگی داره چی باشه، میدونی؟ مثلا هیجان اگر جنگ و دعوا باشه نه، ولی اگر هیجان مثلا مسافرت و خوشگذرونی و این چیزا باشه، آره هیجانو برمی‌دارم. ولی اگه جنگ و دعوا بخواد باشه، نه، آرامش رو برمی‌دارم. بزرگترین اشتباهی که ازش قدرت ساختی چی بود؟ زمین خوردم. توی بیزینس قبلیم خوردم زمین و یه اشتباهی بود که خودم تو زندگی خودم به خواست خودم انجام داده بودم. مسیر اشتباهی رفتم توی زندگیم. از اون سوزی که ساخته بودم برای خودم، میدونی، اول اینکه خیلی احساس کردم که کسی شدم برای خودم و دور برم داشت گم شدم. بعد از اون مسیرم رو اشتباه انتخاب کردم، قدمامو اشتباه انتخاب کردم و اینکه خوردم زمین. ولی به خودم گفتم اب نداره، فدای سرت، دوباره از اول بلند شو. تو آدمی هستی که میتونی. نه برای من جواب نمیده، نمیتونم برای من جواب نمیده. هر بار که بخورم زمین از اول بلند میشم. اینو به خودم گفتم و ازش قدرت ساختم و الان به چیزی که هستم در حال حاضر خدا رو شکر تبدیل شدم. یه چیزی که هیچ کس درباره تو و عشقت نمیفهمه چیه؟ شاید خودم. یه چیزی که هیچ کس درباره تو و عشقت نمیفهمه چیه؟ نمیدونم. تا حالا تجربهش نکردم که بخوام جوابش بدم. وقتی کسی بی دلیل ازت فاصله میگیره تفسیر چیه؟ سکوت، بی‌علاقگی یا آزمون؟ خدافظ. خدافظ. وقتی کسی بی دلیل ازت فاصله میگیره غلط میکنه. مگه من مسخره اونم؟ یا باید دلیل بیاره یا اگر در سکوت رفت خداحافظ. بای بای.
اگه بدونی همه دارن تماشات میکنن ولی فقط یه نفر واقعا احساساتت رو میفهمه، به کی نگاه میکنی؟ فقط یه نفر احساساتمو میفهمه، به خودم نگاه میکنم، چون احساس میکنم که ارتباطی که خودم با خودم دارم هیچ کس با من نداره. اینو واقعا از ته دلم میگم. اگه قرار باشه یکی با تمام احساسات، با تمام درک، با تمام شعور، با تمام فهم، با تمام هر چیزی که فکر کنه قرار باشه منو بفهمه، فقط خودمم، هیچ کسی دیگه نیست. بین پول اینم بگم که به کی نگاه میکنی؟ واقعا به خودم نگاه میکنم. یعنی مطمئنم که خودم میستم از دور خودم رو نگاه میکنم و تشویق میکنم. خودم اولین کسی هم که خودم تشویق میکنم. بین پول، عشق و احترام کدومش بیشتر آرامش روح توه؟ پول. اگه قرار بود این کاری که داشتی نداشته باشی، انتخابت چی بود؟ همین انتخاب میکنم. دوستش دارم خیلی. این یکی بیزینسمو خیلی دوست دارم. یعنی هر موقع دلم میخواد میخوابم، هر موقع نه، البته اینجوری هم خدایی، چون یه تایمی از روز باید ویدیو بگیرم. این هر موقع دلم میخواد نیست، کسی بالا سرم نیست، ولی هر موقع دلم میخوادی هم نیست. یعنی مجبورم دیگه. مثلا یه سری مسئولیت‌ها دارم، باید برم باکس و تحویل دفتر پستی بدم، باید بلند شم، همون بکنم، میکاپ بکنم، ویدیو بگیرم، ادیت بکنم، استوری بذارم، بعد واسه فردا ویدیو یا موضوع یا مثلا حالا یه سابجکت پیدا بکنم که بخوابم، فردا بشه دوباره همین کارا رو بکنم. یا فصل دیگه این کاریه که میکنم. دوست داری ازدواج کنی؟ خیلی. بچه من انقدر شوهر دوست دارم، خیلی شوهر کردن رو دوست دارم، ولی یه موضوعی که هست، شدیدنم از شوهر کردن میترسم. از چیه شوهر کردن میترسم؟ از اینکه نکنه از یه جایی به بعد دیگه دوستش نداشته باشی، نکنه از یه جایی به بعد اون علاقه روز اول مثل علاقه مثلا این علاقه مثل اون علاقه روز اول نباشه، نکنه ازت بچه بخواد، نکنه بخوای حامله بشی، نکنه 9 ماه بخوای بعد 9 ماه بخوای زایمان کنی، اون درد زایمان، اون 8 کیلو وزنی که من میخوام به اضافه خودم تحمل بکنم، اون تکونایی که بچه میخواد توی من بخوره. شاید میتونم بگم فقط از قسمت زایمانش میترسم. مثلا اون قسمت بعدی شوهر کردن رو میتونم هندل بکنم. مثلا آشپزی میتونم بکنم، شوهرداری میتونم بکنم، دعوا میتونم بکنم، مهربونی میتونم بکنم، توجه میتونم بکنم. بچه رو هیچ جوره نمیتونم تحمل بکنم. شاید بچه از پرورشگاه بیارم، شاید که نه، از پرورشگاه به نظر. سوالاتون همون بود، فقط یه سوالی من جواب ندادم. نوشت وقتی سکوت میکنی مردم فکر میکنن سردی، اون لحظه واقعا درونت چی میگذره؟ هیچ. مثلا توی دنیای دیگه 100%، واقعا توی دنیای دیگه نمیدونم درونم چی میگذره. دفعه بعدی بهش توجه میکنم و حتما برای این سوال یه جواب پیدا میکنم. اینم از ویدیو دوم. خیلی خوشحالم که تا اینجا کنارم بودید، نگاه کردید و این ارزش رو برای من قائل بودید. مطمئن باشید که منم تو ویدیو بعدی براتون بیشتر از این ارزش قائل میشم. مطمئن باشید تا همینجاش هم خیلی براتون ارزش قائلم و ویدیو باحال‌تر، فان‌تر. خلاصه که این دومی بود. ببینیم تا بعدیا چه اتفاقی میفته. مرسی، دوستتون دارم.